و دلیل اینکه قرآن نازل شده است، الله میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، چی پربرکت است آن ذات که فرقان را، قرآن را بر بنده اش بر محمد نازل کرد، فرود آورد. و دلیل اینکه قرآن غیر مخلوق است، مخلوق نیست، الا له الخلق والامر، آگاه باشید الله میفرماید آفرینش و فرمان از جانب او سبحانه و تعالی است. سوره اعراف آیه 54. این آیت فرمان را از آفرینش جدا کرد. الا له الخلق، آفرینش، و الامر، سپس امر، فرمان را از آفرینش جدا کرد که قرآن بیانگر آن است که کلام الله است. چنانکه الله میفرماید کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، همین طور ما روح را از فرمان خود بر تو وحی کردیم. و میفرماید ذلک امر الله انزله الیکم، این فرمان الله است که آن را بر شما نازل کرد. پس کلام الله سبحانه و تعالی از صفاتهای اوست و صفاتهای الله به هیچ وجه مخلوق نیست. پس قرآن نیز مخلوق نیست. پس دلیل آن که قرآن از جانب الله سبحانه و تعالی آغاز می شود، قرآن به الله سبحانه و تعالی نسبت داده می شود و نسبت داده شده است به او سبحانه و تعالی. و کلام تنها بر کسی نسبت داده می شود، بر کسی منسوب می شود که کلام را آغاز کرده باشد، سخن را آغاز کرده باشد. و دلیل این که قرآن با سوی او سبحانه و تعالی باز می گردد، با سوی او باز می گردد. و در بعضی از اثرها آمده است که انه یرفع من المصاحف و الصدور فی آخر الزمان، بدرستی که در آخر زمان از مصحف ها از قرآن و سینه ها قرآن برداشته می شود. و در بعضی از آثار صحیح ذکر شده است که در آخر زمان قرآن از دلها و مصحف ها برداشته می شود. این اشاره به بازگشت قرآن به سوی الله سبحانه و تعالی را می نماید که انسان شب قاری قرآن و سحر میخواهد در سینه‌اش چیزی ندارد. سحر میخواهد اینکه قرآن را تلاوت نماید، دیگر چیزی را از آن پیدا نمیکند. و حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد صحیح ثابت شده است، چنانکه حدیث حذیفه رضی الله عنه است و فرمودند و شب با کتاب الله، یعنی با این قرآن کتاب الله عزوجل میرسد و هیچ آیت در آن روز در آن دیگر باقی نمیماند. ابن ماجه تحت رقم 4049 و حکیم این رو روایت کرده هستند و حکیم گفت که این حدیث به شرط مسلم صحیح است و گفته ذهبی در این موافقت مینماید. و شیخ البانی این حدیث رو در سلسله احادیث صحیح هم تحت رقم 80 صحیح دونستند.